سلام و عرض ادب به دوستان گل. حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم انرژی وحشتناک بالا. تعویض گردگیر پولس تیبا سمت شاگرد 0 تا 100 مشتی جوری که یاد بگیری. بریم آموزششو ببینیم، حالشو ببریم. بوکس 21. فرمون الان باید بره سمت راننده، خب تا بتونی پیچ طبق رو باز کنی. خب بیا اینور، بیا اینور. اینجا پیچ طبق رو میبینید؟ معمولا 14 یا 17 یا 16 میخورم. خب الان این 14 میخوره. پیچه یا موره یا پیچ و کلن مال طبق رو باید در بیاری. حالا با یه چکش میزنی میاد بیرون، میزنی میاد بیرون. خب حالا موره سرپلوس اینجا رو بگیر. موره سرپلوس بوکس 30 میخوره. 30 بوکس 30. خب حالا واسه در آوردن طبق از توی پولس که ما بهش میگیم، خب یه تایلیور شما نیازمندی. یه تایلیور این حالتی میندازی اینجا رو بگیر، بیا جلوتر، از زیر طبق میفته زیر شاسی، اینجا زیر میل موجگیر. خب پات اینجا میذاری، اینجا رو بگیر، پات اینجا میذاری، میزنی میاد پایین، راحت در میاد. دیدین چه مشی اومد بیرون؟ حالا 2 تا چکش میزنی رو خود سرپلوس بیاد بیرون. از این ور بگیر، بیا از این ور بگیر. ببینید شما تایلیور رو که انداختی اینجا، خب ببینید اینجا انداختی، یه فشار بدی خود سیبک طبق از توی سگ دست، یعنی این پایین در میاد. باید مهرشو باز کنی یا باید. خب الان یه بس مثل این به 3 شاخ پولس وصله جای گیری بوکس، اونو باید باز کنم من. خب بسته که مثل این داره به 3 شاخ پولس وصله، من از اون ور باز کردم. خب میکشی بیرون. الان ببینید گردگیر پولس از اینجا پاره شده. وقتی گریس تخلیه میشه و خود سرپلوس خوشکار میکنه، سرپلوس خراب میشه، قیمتش 1 تومنه. خب بریم واسه تعویض گردگیر. خب اگه گیره داشتی میگی به دم گیره، خود میل پولسو 3 شاخ پولسو تمیز میکنی، با یه دستمال تمیز میکنی، چون باید 3 شاخ پولس در بیاد تا بتونی اون گردگیر رو جا بزنی. خب اینجا شما یه خار داری، اینجا رو بیا نگاه کنن. اینجا شما یه خار داری، با یه خار جمع کن یا کلا خار باز کن، این خار رو بر میداری تا بتونی 3 شاخ پولس رو بکشی بیرون. با خار جمع کن خار رو که برداشتی، بعد 3 شاخ پولس گردگیرش هم بس داره، باید بسشو اگه بتونی سالم در بیاری که بهتر، ولی اینا خیلی بد در میاد. خب سعی میکنیم سالم در بیاد ولی نمیشه. با یه انبور میگیری بس در میاری. خب نکته که اینجا وجود داره، بعد مثلا شما اگه کله پولس عوض کنی ندونی سر و تک کدوم سمتش مال 3 شاخ پولس یا گردگیر پولس، خب ببینید مال 3 شاخ پولس جایی که خار میفته خیلی گشادتره. فهمی؟ خب حالا میرسیم به گردگیر خود پولس. نه بستوی کارخونه است، ببینید از اینجا پاره شده.
حالا از اینجا گردگیر راحت در میاری. آقا تو اینجا ویدیو بودی دمت گرم، لایک پایین ویدیو رو حتما بزن. اگه پیج ما رو نداری حتما فالو کن، نکات بسیار ارزنده یاد میگیری. خب گردگیر نو رو اینجا اول با دستمال تمیز میکنی. خب با دستمال تمیز که کردی گردگیر نو رو جا میزنی. بخوای گردگیر بگیری خب روی سرپلوس خار نداره داخل گردگیر. خب مثل این میبینید خار داره، میگن گردگیر سه شاخ پلوس، ولی این که مال سرپلوس خار نداره. خب برای بستنش گریس کم لازمه چون گریساش تخلیه شده. سعی کنید از گریس خوب استفاده کنید، این واقعا گریس خوبیه. گریس رو بگیر. آتروت واقعا گریس مشتی و وحشتناک تو دل برو، خیلی مشتیه خیلی. گریس رو بزن هی اینجوری دور بده تا قشنگ بالا پایین بشه. گریسو که زدی گریسو جمع میکنی خیلی شیک تمیز. خب یه نکته بسیار مهم برای اینکه گردگیر پلوستون عمرش خوب باشه. خب زمانی که گردگیر پلوست شما جا میزنی خب اینجوری میزنی پایین، بعد باید هواشو بکشی بیرون با پیشگوشتی اینجوری بکشی بیرون. زمانی که شما گردگیر رو جا میزنی خب این هوا داره، شما باید هواشو بدی بیرون. حواست باشه اگه این هوا رو نزنی بیرون. ببین یه پیشگوشی اینجا میندازی. خب یه پیشگوشی ریز، یه پیشگوشی میندازی هوا رو میدی بیرون. ببینی قشنگ هوا رو میدی بیرون، هوا داخلش باشه گردگیر زود پاره میشه. حالا گردگیر خود میل پلوس اینجوری میبندی واسه بستن بسته ها. من یه ابزار خودم درست کردم، اینجا بگی یه ابزار خودم درست کردم با یه میل ترمز دستی 4 شاخ گاردون پیکان و یه ورق و 2 تا موره. الان واسه تون قشنگ میبندم، نگاه کنید عشق کنید. خب بس ژیانی یا ولکسی همه با قفلی و پیچگوشی اینا میبندن، من با این میبندم. ببینید کیف کنی. ببین اینجوری میندازی. خب این میره زیر بس. خب این شیاری که درست کردم میبینید، این شیا رو قشنگ اینجوری میندازی راحت صفر میکنی. اندازه داره این صفر کردنش، همینجوری برمیگردونیش. برکه گردونی اینو شما اگه ابزار نداشتی شما باید با پیشگوشتی و قفلی این کارو بکنی. اینو پرس میکنی تا شل نکنه. گرفتین چی گفتم؟ اینو دیگه دیدین پرس کردم تا شل نکنه. با یه سیمچین قطع میکنی میبندی میزی سر جاش. دوباره هم هوا رو میگیری. ببینید دیدی هوا داشت صدا داد کلا. هوا رو میگیری. اگه هوا رو نگیری عزیزم گردگیر زود پاره میشه. میخوای گردگیر زود پاره نشه سر پیچا با 2 دور بزن به پیچ، یه دور نزن، دهنی سرپلوست و خود گردگیر پاره میشه. خب بیا واسه بسته این من از این بستا میبندم واسه گردگیر پلوس. گیره رو وا میکنی رد میکنی بستو میبندی گیره رو دوباره. آقا اگه واقعا تو اینجا ویدیو چیز یاد گرفتی لایک ویدیو رو بزن. دمت گرم خیلی آقایی. یعنی یه دونه قلق نیست که من الان نگفته باشم بهت. حتی این هوا رو من گفتم بهت. ببین باید سر جاش قشنگ قرار رو بگیره. بعد شما اینو ببندی قشنگ بگیر اینجا رو. من همه قلقا رو دارم بهت میگم. حالا صفر میکنی. این از این. حالا میریم واسه جا زدن 3 شاخ پلوس. اینجا گردگیری که 3 تا خار داره داخلش میگن مال 3 شاخ پلوس. رد میکنی گریس داره با هم گریسا. اینو بعضی ماشینا چپ راسته داره. خب
نندازی چپ راسته. بعد چون خارشو نمیتونی قشنگ جا بزنی. ببینید اومد سر جاش. حالا موقع جا زدن خارش هم قشنگ اومد سر جاش، ولی خارش گشاد شده. باید خارش رو جمع کنی. شما اگه دیدین خار اینجا گشاد شده، با قفلی یکم جمعش کنید. ببینید خار یکم گشاد شده بود، من تنگش کردم با قفلی. حالا جاش میزنی. الان آماده است. از گریز زدن یادتون نره. بازم از این بستا میتونی ببندی شما. از این بستا خیلی خوبه. ولی یه نکته هست بهتون بگم، واسه گردگیره 3 شاخ پلوس لازم نیست شما از اینا ببندی. حالا اگه خیلی دوست داشتی میتونی ببندی. یا دارم اینجوری میگم، شما بس زیپی بندازی یا بندکم بندازی جوابه، چون این حالت چرخشی نداره، این ثابته. گرفتی چی گفتم؟ ما از این بستا براش انداختیم. اصلا این بستا هر چقدر بزرگ باشه به هیچ جا گیر نمیکنه. خاطرتون جمع، اصلا گیر نداره. بازم 3 شاخ پلوس رو گریس میزنیم. ببین گریس بزن، بگیر اینجا رو گریس بزن تا عمر بالایی بده بهت. گریس خوبم بزن، گریس والوالی. اینم از تعویض گردگیرا. بس از اینجا رد کنی. موقعی که بخوای 3 شاخ پلوس اینجوری جا بزنی دیگه باز نکنی. اینو باز نکنی. الان راحت باشی. خب ببین واسه جا زدن قشنگ بگیر تا ببینن دوستان. سگ دستو میدی اینور. خب 3 شاخ پلوس رو کلا باید بزنی سر جاش. ببینید فشار میخوای میره سر جاش. از اینجا اینجوری این که اومد سر جاش. نکته مهم، تایلور رو میندازی. میاری پایین. ببین دست منو میاری پایین تا بتونی جا بزنی. همین که آوردی پایین، خب پلوس هم میکشی جلو. حالا موقع جا زدنشه. تایلور رو که انداختی اینجا، اینجوری اینو فشار میدی تا بتونی بندازی تو سگ دست. میبینی من دارم با دست تکون میدم. اینو میتونی راحت فشار بدی که بتونی بزنی سر جاش. حالا با تقه، خب اینجا با تقه میزنی بیاد بالا. یه شیارم اینجا داره، قشنگ ببینید اینو. یه شیار اینجا داره تا اینقدر باید بزنی بده بالا تا بعد پیچ. خب اون شیاری بیفته و سفتش کنی. پیچ تا شیاری بیفته. الان من باید ضربه بزنم بیفته سر جاش. یه تکونی میدیش. ببینید افتاد سر جاش. الان میبینید، بیا نزدیک ببینن قشنگ. اینجا رو دقت کن. اینجا باید یک کم دیگه من بزنم بیاد بالا. ببینید اومد بالا. الان دیگه باید پیچشو بندازی. ببین پیچو که شما شیاری که بهت گفتم باید از کنار این رد بشه. حالا بیا پایین تو ببینن قشنگ. اینو برعکس میندازی. اینجوری میندازی. میای از این ور جلو. مواقعی که میبینی مثلا پیچ جا نمیشه، خب دیدین اومد. اگه دیدین این پیچ جا نمیشه یعنی طبق جا نیست عزیزم. طبق جا نیست. حالا این صفر میکنی. سفتش میکنی. زیاد صفر نکنی یا زود رد میکنه. با بوکس سی هم اینجا انداختم. سفتش میکنی. حالا چرخو میبندی. راست میکنی، چرخو میبندی. آقا هر نظری داشتی پایین همین ویدیو کامنت کن. اون بس جای 3 شاخ پلوس هم میبندی. به همین راحتی من گردگیر پلوس اینه تیبا رو عوض کردم. مخلص همه سیسلا.